من فتح‌الله نجرابی هستم. امروز آمدیم که از مارکت میوه شهر کابل یا افغانستان برای شما گزارش داشته باشم. جانا وقتش در وقتش 50 روپیه هم نمیخره تو رو میره. تا 30 روپیه هم رقم سودا میشه رومی خوبیش. از این کده بالای ایرانی است، بین سفید لیمو که از پاکستانی است، مرچ ایرانی است. بادرنگ وطنی است، اون سیرم چینایی است. هر رقم است دیگه. در بول باز یک کمی خوب است که از ذره میمونه 200 300 جور میکنه. هیچ سودا نکردی؟ 1500 سودا کردی. بس از دیگه بدارم من میگم سودا نکردی. 1500 100 روپیه 80 روپیه که بانم باز یاد کاربار هیچ نیست صاحب. نه کار میکنیم با صاحبش. اینا. دایید 4 تا 3 تاست؟ 4 تا. دایید 4 تا. من 20 افغانی بردادم مقصد. خیر ببین. خانه شیشتن خودش یک افسردگی یک افسردگی را میاره. فهمیدی؟ مریض میشه آدم. برنامه خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و ادب و احترام خدمت یک و یک شما بیننده های عزیز دوست داشتنی چینل یوتیوب آریان افغان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که خوب و خوش و سر حال باشید و در هر نقطه از دنیا که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزگارتان درمی هوای سرد زمستانی به خیر و به سلامتی سپری شود. خدا کنه که همیشه دلتان گرم باشه و شادی ها فرش قدم هایتان. من فتح‌الله نجرابی هستم. امروز آمدیم که از مارکت میوه شهر کابل یا افغانستان برای شما گزارش داشته باشم. مارکت میوه یکی از جاهای هست که اینجا از ولایات که اینجا میوه اما از دیگه کشورها هم اینجا میوه به این مارکت میوه اول و بعد از این باز به دیگه شهرها و ولایت‌های افغانستان توزیع میشه و انتقال داده میشه. دیگه امروز آمدیم که از این قسمت گزارش خود شروع بکنیم. اینم تو بریم به طرف چهارراه مارکت و با وطندارا و هموطنایی که در این مسیر هستن صحبت بکنیم، احوال وطندارا رو داشته باشیم. دیگه چهارراه مارکت یک از جاهایی هست که بیروبار و ازدحامش بی اندازه و زیاد هست، خصوصا در صبح وقت که کسایی که در مارکت کار میکنن دیگه حتما صبح ساعت 3 بجه و 4 بجه صبح میان اینجا حاضر میباشن تا اینکه همو جنس اول بگیرن یا هم همو کاری که در اول صبح است اینجا در مارکت بگیرن و انجام بدن. دیگه ما هم آمدیم که این قسمت را برای شما با تصویر بکشیم و وطندارا هم صحبت بکنیم، ببینیم که وطندارای ما دی وقت روز چطور هستن و کار بارشان چطور هست، مردمی که در زندگی میکنن و همچنان میوه‌ای که اینجا میفروشن، کسایی که میفروش هستن، کسایی که کلاشی دارن هر کدام از اینا دیگه خدمات کار کردن اینجا دارن و حتما در مارکت هم کار کردن. در این وقت‌ها دیگه یک کمک میوه ارزان شده، اما باز هم بعضی میوه‌های وطن ما هست که قیمت شده. دیگه بریم با وطندارا صحبت بکنیم، ببینیم نظریات وطندارا رو داشته باشیم، ببینیم که وطندارای ما در چه حال هستن و چطور هستن، کاروبارشون چطور هست. این از این رو میریم اون تو دیگه بیشتر بریم یا امروی کاکای دیگه صحبت بکنیم. سلام برسه. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام به شما هم. خوب هستین ان شاء الله؟ خیرتیست؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. چی میکنین در مارکت؟ چی میکنین شما؟ پشت میوه آمدین یا؟ نه ما خیلی موتر داریم اینجا کدام بار اگه برای بزرگ. خب موتر دارین.
این تاکسی از خودتان است؟ بله. بسیار خوب. چند پیره زدن امروز؟ والا یک سه پیره شد. سه پیره شد. برو خدا را شکر است. خدا را شکر. جایی که کار همون یک وطندار آمد میگفت مارکت یک خوبی داره که هر کس اینجا بیاد با دست پر میره. میره همونطور است راست. همونطور است نه؟ کار است. الحمدلله شکر از دیگه زندگی است میگذره دیگه کاری. سلام علیکم. خوب هستین پدر جان؟ سلامت باشین، بخیر باشین. سلامت باشین. بفرمایید گپ. بریم بخیر بریم. زنده باشین. اذان هم شد بخیر. خداوند قبول بگردونه دوستا. پس از یک اذان در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. خداحافظ. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا خب بیا انصار جان بیا طرف که ما اومده قصبات بکنیم. سلام برسه. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سیر کیلو چند کردین ماما جان؟ کیلو 80 روپه، یک نیم صد روپه، 50 روپه. 80 50 یک نیم صد. 50 افغانی هم هست؟ سیر وطنی است؟ وطنی کنداری سیر است. سیر کنداری است. خب تا دیگه دیگه سیر نباشه دیگه باز مزام نمیته دیگه نه؟ سیر خود سیر ده، کنداری خود سیر ده. خوب سیره؟ خوب سیره. چینایی هست نوم لري. چینایی فقط نام داره. حالی نوم لري. اما اصل کیفیت سیر وطنی داره. وطنی خوب سیر است. خوبش است نه؟ یک ذره ارزان است یا قیمت شده؟ مخکې 50 روپه 60 روپه اوس لږ جګ شوی دی. یک ذره بالا رفته. این 100 چند گفتی؟ این 80 روپه. خب اینا 50 روپه، اینا یک نیم صد روپه. این یک نیم صد دیگه سیر چینایی است. چینایی. خب این دیگه‌اش وطنی است. بسیار خوب. از وطن خود ما دیگه هر چی که باشه با کیفیت تر است. درست است که مثلا یک کمکی بی قدر می باشه اما کیفیتش بالا هست. او بیخی خشه وطن نه باندې تیریږي وطن خو وطنی چینایی به اساس حالی نوم لري نور ساغه نشته پکې. بله فقط نام داره خلاص دیگه مزه و طعم نداره. نه یک کوتش هم که بندازی هیچ اصلا تاثیر نمیکنه اما از سیر وطنی که دانش یا دون نلش بندازی اونمو طعم دیگه میکشه. نامتون چی است پدر جان؟ خیالی گل بیان. خیالی گل بیان؟ خب بسیار خوب. خانه در می کابل است یا در بلوچرخی؟ بلوچرخی است. خب بسیار خوب. حالا بخیر میری طرف خانه دیگه یا فعلا هم هستی؟ نه دلتم اتاق تا. خب اینجا اتاق داریم؟ خب بلوچرخی خو نزدیک است میشه که رفت آمد بکنی؟ راتلای نه وقت پودلته بازار ما خامنه پسی دلته. خب بسیار خوب. زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. خداحافظ. خداحافظ. رومی ایرانی هم مصاحبه میکنی؟ خوب هستی؟ صحتمند چیال داری؟ وطنی است یا ایرانی؟ ایرانی است برادر محترم. ایرانی است؟ جانا. چارک است؟ کیلو است؟ حالا کیلو است. کیلوی 50 چارک 80 روپیه. چارک 80 کیلوی 50. سر 320 با 300 سودا سر 300. یعنی یک سر رومی سر 300 افغانی. اما در وقتی که ما شما رومی داشتیم یک سر رومی سر 50 هم شده. 50 روپیه 40 روپیه تا 30 روپیه هم سودا میشه. تا 30 روپیه 30 افغانی هم سودا میشه. این اگر در وقتش باشه اینمی رومی را شاید سر 50 و 60 مردم ما بخرن. جانا وقتش در وقتش 50 روپیه هم نمیخره تو رومی را. تا 30 روپیه هم رقم سودا میشه رومی خوبیش. از این که بالای ایرانی است بین سفید هم میباشه.
خام میاد دیگه نه؟ نسبت به میاد پخته میشه. بسیار خوب. والا دیگه چی بگویم؟ کاش که خود ما و شما اینم تو امکانات داشته باشیم که دیگه دست وطن خود ما با خود ما باشه همیشه. بله سردخانه باشه، مثال فارما باشه، دمی وقت در فارم باشه میشه، در وطن خودم میشه. بله. ایران که زمین داری جمع زمین است. کسی زحمت بکشه میشه. بدون شک. یک سبدش چند میه باز؟ یک سبدش 380 روپیه 400 سودا میشه در مارکت دبل. دبل سودا میشه 400. 10 تا 20 تا 50 تا یک جای سودا میشه. بسیار خوب. این دیگه حتما 10 کیلو 12 کیلو هست یک سبدش. 10 کیلو 2.5 کیلو یکامش 12. بله. خب بسیار خوب. غیر اینمی رومی دیگه کلش وطنی خود ماست. نه لیمو که از پاکستانی است، مرچ ایرانی است. بادرنگ وطنی است، اون سیرم چینایی است. سیرم چینایی است. از جانا. من گفتم تنها رومی شاید صادر وارداتی باشه. کل زیاد چیز دیگه هم وارداتی هست. زیاد چیز وارداتی. زون ادرک هم چینایی است. خب کدام ادرک؟ نه زنجبیل. خب زنجبیل. جانا. و هم چینایی است. بله. وطنی خود ما هست نه زنجبیل؟ نه نداریم وطنی. نداریم؟ نه بیخی نداریم. بله دیگه کاش که کشت میشه دیگه کاش که داشته باشیم. کشت میشه دیگه انصار نه؟ جانا. بسیار خوب. نامتون چی است؟ سیف رحمان. چقدر وقت از این مارکت کار میکنی خودت؟ 4 سال میشه تقریبا. 4 سال میشه. جانا. بسیار خوب. این 4 سال دیگه رمز و راز مارکت یاد گرفتی؟ یاد گرفتیم. در اولا کس نمیفهم پسان بلد میشدم. بله بله. زنده و سلامت باشی شمس رحمان جان. بخیر باشی. سلامت باشی. خداحافظت. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ جلوس. بخیر هستین؟ شکر. از کجا آمدین بخیر؟ پروانه. از پروانه. آنجا. اینجا کاروبار است یا چکر آمدی؟ چکر آمدیم. دکان ما است اینجا. دکانتون است؟ آنجا. دکان چی داری؟ تل فروشی. چی فروشی؟ تل فروشی. خب قیمت تل چند است؟ 70 پترول ما 80. 70 پترول؟ 80 دیزل. 80 افغانی دیزل. ارزان نکردی تل؟ نه. از تانگم شکر تانگم دارم زیاد دارم. بسیار خوب. اگر یک ذره ارزان می بود خوبتر نبود؟ نه تانگم بالا کنه. دلار قیمت شده. دلار قیمت شده. 70 دلار. دلار برادر 66 افغانی است. 50 66 چند نه؟ میخریم. دلار میخری؟ خب بسیار خوب. خودت از تانگ تل میخری تل؟ نه سرای داریم. سرای داری؟ آجا. خب بسیار خوب. نامت چی گفتی؟ زاکر جان. ما چیز کار خدمت است؟ بخوب سیب کدام بریم. سلامت باشید. بخیر باشید. خداحافظ. زنده باشید. یا که این میبینی رومی فکر کنم رومی وطنی است. ماما وطنی است یا خارجی؟ خوب هستی؟ صحتمند چی حال داری؟ نام خدا خوب دستا گرم داری؟ والا چی کنیم جور هستیم ان شاء الله. سلامت باشید. بخیر باشید. وطنی است یا ایرانی است؟ ایرانی است. بله. ما نمیشه هم دیدیم رومی ایرانی را گفتیم کاش که وطنی می بود همین. وطنی می بود خوب می بود خوب. ارزان می بود یک ذره. ارزان می بود بله. قیمت هم می بود به وطنداری خودمون میشد. بله راست میگی. حالا از اونجا میاد تا اینجا کرا میخوره دیگه نمیفهم گمرک میخوره. کل اون پیسه از سر وطنداری ما چارج میشه. بله. یک سردخانه نداریم دیگه. اگر رومی زیاد داریم سردخانه نداریم. بله. سردخانه باشه دیگه این وقت سال رومی وطن خود ما را بکشه مردم ما. واسه کفایت هم فکر نکنم برای ما شما بکنه. میکنه؟ میکنم ان شاء الله میکنه. زیاد وطن خود ما کفایت میکنه. پاکستان از ما اجازه پاکستان میرن. پاکستان از ما میخوره و خود ما از ایران میخوره. راست میگم مال خراب بند است دیگه. نمیرن بند است. بسیار خوب. چارک 80 میفروشی تو هم؟ نه 70 میفروشی. چارک 70 میفروشی. این رومی هم دیگه تفاوت داره دیگه. مثلا یک کیلوش خوب است یک کیلوش کم ضعیف‌تر است. همونطور است. نفروختی یا دیگه هم زرشنداختی؟ نفروختیم بازار نیست امروز. هوا سرد است بازار نیست دیگه. مردم نامدن. هوا سرد که باشه دیگه این وطندارا هم نمیان که ایوان ترکاری میوه بخرن. بله. بازی خوراک از یارا حتما دیگر روزا برای خود دیگر روزا بردین دیگه قدر می باشه. بله.
زنده باشی. چند سیر باشه می؟ همی یک 35 سیر است. 35 سیر است. دبول خریدی یا دبول خریدیم. دبول خریدی. دبول باز خوبتر از یک ذره میمونه. خواهر رقم است دیگه. دبول باز یک کمی خوب است که یک ذره میمونه 200 300 جور میکنه. بیا خدا مهربون است. شکر کم بخیر باش. سلام. امروز یک چیز پرده شد یا نه؟ نه دیگه خود چیز سودا نکردیم که پرده شود. هیچ سودا نکردی؟ یک 1500 سودا کردیم. بس از دیگه ببینم میگم سودا نکردی. 1500 یک 100 روپیه 80 روپیه که با نماز زیاد نمیشه. خب کم میمونه. بله چارک 5 روپیه فایده زیاد نیست. وای سر 20 روپیه. سر 20. کم است دیگه. خود دیگه چی کنیم دیگه کار نیست دیگه. یا خدا مهربان است. صبا ان شاء الله میفروشیش خراب نمیشه. هوا سرد است. رنگ میکشه دگام رنگ میکشه دگام خوبش میشه. وطندارا میان میخرن. خدا میره. نامتون چی است؟ سید محفوظ. بسیار خوشحال شدیم. بخیر باشین. خداحافظ. زنده باشین. در کار یک کار چند کردیم ماما؟ سلام برسه. بسیار قیمتی شده پدر. چی میگی؟ تاش بده سر 400 500. اون گلکار میبینی 70 80. همون گلکا. اون کار باره نه صاحب. نه کار میکنیم با صاحبش. اینا. این کلاشی از خودت نیست؟ این هم از خود از بچه کم است. بچه از خودم است. خب او هم از خودت است. سایز گردیش از خودت است. بچه و از خود فرق نداره. 4 نفر هستیم دیم دو تا. 4 نفر کار میکنن. خب ارزان شده چطور؟ قیمتی شده. قیمتی شده. اینمی یک دسته چند میتی؟ اینمی یک دسته 20 روپیه شده. 10 افغانی بود. حالا 20 افغانی شده. 20 افغانی شده. کم شده. کم قیمت شده. قیمت از اینجا خلاص شد. از اطراف کابل خلاص شده. فکر کنم از جلال‌آباد میاد حالا. کم میاد. از جلال‌آباد میاد و خاصش میاد. خب. کم. بگیرم برات. خب. بسیار خوب. میگیری انصار؟ بگیره شما که نخرید کی بخره؟ شکر پیسه داره ماش داره شکر. از دل غریب میفهمه پرسون میکنه. بله واقعیت به بعض وقتا دمی شهر و بازار هستیم بخی یکان وقت دل آدم بغض میکنه. گریه آدم میگیره مجبور هستی که دیگه بشنوی و ببینی اگر تونستیم کمک هم کنیم میکنیم اگر نتونستیم دیگه دقشون دعا میکنیم خلاص. خیر ببینید زنده باشید. سلامت باشین. خب بگم همین قیمتا رو هم بگو برای ما دیگه. از این دو طرف نعنا چند است؟ اینمی ترکوری از اینمی تا حدود 3 روپیه میفروشیم. 3 روپیه میفروشیم. فقط یک اینمی چی میگن؟ گندنه قیمت شده خلاص. هر دوش 20 افغانی است. هر دوش 20 افغانی. خب هم گندنه و هم پالک. نارنج چند است؟ نارنج وزن خوبه دایر 3 تا. دایر 3 تا بیا کمی انصار اگر وزنش کم شود. خوبه. خوب است نه؟ دایر 3 تا. اینه با ما بده. باشم خیر میده. خیر ببینید نه میده بده با ما. زنده باش تشکر. نه نگویی که باز تشکر بسیار زیاد خیر ببینید. حقتان است. باز نگویی که غم مرا نخوردی. زنده باشی. دایر 3 دانه گفتی نه؟ اودار خو هستن دیگه انشالله. از چی بفهمیم که اودار هستن؟ مثال بعضی تکنیکا دارن نه که اگه توش یعنی تو پوستاش دوال نباشه. اینا دیگه پوستاش نازک باشه سخت باشه. استکاش بسیار خوب. استکاش دوال نباشه. تو اینا بسیار خوب. دایید 4 تا 3 تاست؟ 4 تا. دایید 4 تا. من 20 افغانی برات دادم مقصد. خیر ببینید. خب زنده باشه برادر. خداحافظ و خیر باشی. بازم به هفته و خیر باشی. ان شاء الله میایم بخیر. سلامت باشی. بیا بریم دیگه بیا. سلام برسه. علیکم. خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ چه حال داری؟ طرفات خیراتی است ان شاء الله. بخیر آمدید. خسته مونده نباشی. از صبح تو دیگر کار کردی یک ذره مونده شدی. چی حال داری؟ شکر بخیر باشین. لیمو را چند کردی خودت؟ لیمو ارزان است.
کیلو چند است؟ 70 روپیه. 1 کیلوش؟ خب نارنج هم دیگه خودت هم دهی رسید تا میتونی؟ نارنج، لیمو، بادرنگ، مرچ. خب بسیار خوب. نامتون چی است؟ نوید جان. چقدر وقت از این مارکت کار میکنی؟ دیگه ایجا خب هر کسی که کار میکنه دیگه حتما یک سابقه داره. یگان 15 سال شد 15 سال 14 سال. خودت چند ساله باشی نوید جان؟ ما 25. 25 هر 10 سالگی اومدی دیگه این کار رفتی؟ 10 سالگی شاید پایان بود. 13 سال شدم 14 15 سال میشه. 14 15 سال میشه که میشه کار میکنی. مارکت ها. خب چیزی پیدا کردی یا نه با سامیر جان؟ شکر است. شکر است. خدا مهربان است. همین مرد که از به کار کردن و زحمت کشیدن و آفرین به همین سختی هایی که باید شانه بیتی ساخته شده. اگر در مقابل سختی ها شانه نتیم خیچه رو نام مرده رو مرد مونده. بله. اما تو رست یا نیست؟ زنده باشی نوید جان. درس و پنتون و مکتب خو انشالله خواندی؟ مکتب هم خلاص کردیم توکل خدا. خب ما خلاص کرده بودی یا؟ 14 ساعت. 14 ساعت خلاص کردی. این نمی کار هستی دیگه همیشه که. بیا خدا مهربان است. بخیر باشی. همین هر قدر که اگر دمی مرد در خانه اگر هیچ کارم نداشته بیرون در خانه باید نشینه. بعد برای چکر خدا بزنه برای در خانه شیشتن خودش یک افسردگی را میاره. فهمیدی؟ مریض میشه آدم. بله. بیخی کارم نباشه هیچ باید حداقل یک چیز را کار بار پشتش بگرده. بله. کسب کار یک تجارت را باید راه پرته. در خانه خود بیکار نشینه. هیچ لازم نیست. بدون شک. بیا خدا مهربان است نوید جان. در کار برکت. یک لیمو هم افتاد یک دانش. بخیر باشه نوید جان. در کار برکت. خدا حافظ. بخیر باشه. خدا نگهدار. چهارک میگه کیلو تو بگو. بیا دیگه باشش بیا بیشتر بریم. دوستان رسیدیم به خود چهارراهی مارکت که اینجا چهارراهی مارکت هست و مستقیم به طرف کلا پشته و چهارراهی سرسبزی و همچنان شارنو تو پیشتر و همچنان این طرف به طرف پروژه تیمنی. چهارراهی سرسبزی قسمت است. این چهارراهی چی نام داره پیش روی ما شما؟ یادم میاد همیشه این دو چهارراهی رو اشتباه میگیرم. چهارراهی گل سرخی طرف و همچنان چهارراهی سرسبزی هم در این طرف هست و دیگه مارکت میوه همیشه بیروبارش صبح هست. دیگران بیروبار داره به اندازه بسیار کم اما صبح زیادتر بیروبار داره. دیگه بیننده عزیزی بود برنامه و گزارش امروز ما که خدمتتان از مارکت میوه شهر کابل تقدیم کردم. تا برنامه و گزارش بعد که باز هم در چینل آرین افغان برای شما ویدیو نشر میکنیم یا گزارش نشر میکنیم شما را به الله یکتا و نیاز میسپارم. در چینل دیدگاه شهر هم برین و اونجا را هم سابسکرایب بکنین، لایک و کامنت، همچنان نظریات و پیشنهاداتتان اونجا هر روز برنامه نشر میکنیم. خلاصه دیگه خدا نگهدارتان.